بسم الله و صلات و السلام علی رسول الله. عزیزان، یکی از ویژگی های عمر ابن الخطاب فاروق اعظم این است که صفات این مرد بزرگ در کتاب پیشینیان انجیل و تورات آمده است. بعد از که مسلمان ها در جنگ یرموک غلبه کردند، بعد از آن در نبرد اجنادین نیز غلبه کردند، با ارطبون نماینده شاه بیزانتا یعنی که سرلشکری بیزانتی ها نامه نوشت عمرو بن العاص، چون که عمرو بن العاص یکی از سرلشکرهای مسلمان در این فتوحات بود. ابو عبیده، عمرو بن العاص، شرحبیل بن حسنه و غیره. نامه وقتی میخوان نزدش وزیراش هم بودن. عمرو بن العاص گفت تو بیهوده با ما جنگ نکن، ما قصد داریم، عزم داریم تمام فلسطین را فتح کنیم. ارطبون به وزیراش گفت شما پروا نکنید، گفت اینها نمیتونن فلسطین را فتح کنن. چرا؟ اینها نمیتونن قدس را فتح کنن، ایلیا را فتح کنن، اورشلیم را فتح کنن. وزیر گفتن چرا فتح کرده نمیتونن؟ این شاه گفت برای اون که اون وصفه هایی که فاتحان قدس دارن در اینا دیده نمیشه. یا وزیر خیسه گفت درست است در اینها دیده نمیشه، لیکن در امیر اینها دیده میشه. این خبر وقتی به عمرو بن العاص رسید، عمرو بن العاص زود به عمر بن الخطاب فاریق امت نامه نوشت و گفت این مردم ایلیا، یعنی ایلیا همین قدس است، بیت المقدس است و اورشلیم است، گفت کلید شهر را جز به تو تسلیم نخواهند کرد. یعنی تو باید که اینجا بیایی تو اینکه کلید را خودت به دست خودت گیری. اینا اونجا محاصره زده بودن دیگر. بعد وقتی عمر بن الخطاب نامه عمرو بن العاص را خواند، با 2 نفر وزیرش مصلحت کرد یا مشورت کرد، با عثمان بن عفان. عثمان گفت امیرالمؤمنین حاجت ندارد که شما اونجا روید، اونا با شما در یک سطح قرار ندارن که شما برید و از مدینه آواره شوید و اونجا روید. به جای خودتون یک نفر دیگر رو فرستید تا اینکه وای نفر به جای شما این کلید را استلام کنند. نفر دومی که اینجا عمر بن الخطاب با مشورت کرد، علی بن ابی طالب امیر مؤمنان و عمر برای علی بن ابی طالب داماد بود، زیرا دختر ام کلثوم رو گرفته بود. علی گفت باید که شما شرف این فتح را دریاب کنید، شما باید خودتون روید و کلید را از دست اپیسکوپ های نصرانی ها در اونجا قبول کنید. عمر بن الخطاب مشورت علی بن ابی طالب را قبول کرد و همراه خادم خودش به خر سوار شده به راه برآمد و با خادم عهد کردند که در راه باید که با نوبت بالی خر سوار شوند و تا حتی چنان عمر ابن خطاب عدالت داشت که گفت خرم باید دم دهیم یا همین که مرکب باید که دم دهیم. برآمدن مقدار یک سوره معین، عمر بن خطاب سوار اون مرکب میشد، باز مقدار همین سوره معین خادم مرکب رو سوار میشد، باز مقدار همین سوره معین مرکب رو یعنی که مرکب رو همه خیر رها میکنن تو اینکه اونم از خستگی یعنی که رها یابد. به همین شکل آمدن نزدیکی اردوگاه مسلمان ها. وقتی که نزدیکی آمدند و اونجا محاصره زده بودند و بیت المقدس آنکه دیده میشد، عمر بن الخطاب پیاده بود، از زمام اون مرکب می داشت و خادم عمر بالای اون مرکب بود. خادم خیلی پافشاری کرد که عمر باید بالی مرکب سوار شد. گفت نه نوبت تو از من نمیخوام. گفت نه نوبت تو رو گیرم. و اونجا یک پستی بود که از اون پستی باید میگذاشتند و بعد نزدیک اردوگاه میرفتن. وقتی که به اون پستی نزدیک شد دیدن که پستی گیل‌آلود است، شاید اونجا باران بارده بود یا اون چیزی بود که گیل بود. و عمر بن الخطاب لباسای خودش برداشت، کفش خودش گرفت، کفش خودش با که کتفش گذاشت و لباسش برداشته از لای یا اینکه از گیل گذشت. وقتی از گیل گذشت، ابو عبیده امین امت و یکی از 10 یار بهشتی، عزیزان تاکید میکنم در مسئله 4 یار و در مسئله 10 یار بهشتی باید فرزندای خود تعلیم دهیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 خلیفه راشد دارند. پیامبر علیه السلام 10 یار بهشتی دارن که اونها رو به بهشت بشارت دادن و یکی از اینا ابو عبیده بود رضی الله تعالی عنه. گفت عمر امروز یک کاری کرده که دیگه این کار هیچ کس نکرده. وقتی که عمر به همین شکل گذاشتن، اپیسکوپ ها از بالای قلعه نظارت میکرد. وقتی دید دیگر یقین کرد که این همون شخصی هست که
در کتاب آنها وصفش آمده است و فرمودند کلید را برای عمر تا اینکه کلید را برای عمر بن خطاب تسلیم کنند. دوستان وقتی که اپیسکوپ فرمودند، نام اپیسکوپ سیفریانوس بود. این سیفریانوس آمد نزد عمر بن خطاب گفت ای شاه، یعنی اونها به همون شکلی به فهمیش خودشون شاه میگفتن، الا عمر امیری مؤمنان و اولین شخصی که لقب امیر المؤمنین گرفت این عمر بن الخطاب بود. زیرا بعد اون که ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات کردند، مردم وقتی عمر بن الخطاب انتخاب شدند، مردم گفتن که یا خلیفه رسول الله، ای خلیفه رسول الله، و این خیلی براشون گران بود. بعد دیگر گفتن که یکی از صحابه اقتراح کرد، پیشنهاد کرد، گفت شما امیرید و ما مؤمنان هستیم، با همین شما امیر مؤمنان هستید، و به همین شکل لقب امیرالمؤمنین برای عمر ابن الخطاب داده شد. خب وقتی اپیسکوپ گفت ای شاه، صفت فاتح اورشلیم در کتاب ما آمده است و 3 صفت ویژه دارد. یکی از صفاتش این است که پیاده می آید و خادمش سواره. من دیدم که تو پیاده می آمدی و خادمت سواره بود. بعد گفت دیومش پایهایش گیل‌آلود است، دیدم که تو از اون گیل میگذاشتی و پایهای تو گیل داشت. و سیوم صفتش این است که 17 دربه در لباسش دارد. یعنی که عمر بن خطاب وقتی اومد همون لباس عادی رو، همون لباسی که عادتا میپوشید پوشید و اون 17 دربه داشت که این اپیسکوپی نصرانی ها، اپیسکوپ سفرانیوس، گفت که ما این علامات رو در کتاب خود دیده است. خلاصه عزیزان، این فتح در ماه رمضان 13 رمضان سال 15 هجری، یعنی که بعد از 15 سال هجری پیامبر صلی الله علیه و سلم قدس فتح شد که برابر با 636 میلادی هست. اکنون این بشارت و این وصفی که درباره عمر بن خطاب آمده است، ما اینجا میگذاریم با زبان روسی هم میگذاریم و این چنین با زبان عربی برای شما قرائت میکنیم. اینجا میگوید که در سفر زکریا آیت 9 میگوید که آیت 9 10 میگوید که زکریای نبی میگوید که در همین سفر ابتهجی ابنة صهیون، یعنی خرسندی کن ای ساکنی همین بلندی صهیون، و اهتفی ابنة اورشلیم، خرسندی کن، یعنی که فریاد کن، از خرسندی رو فریاد کش. هو ذا ملکک یأتی الیک، این پادشاهی تو به سوی تو آمده ایستاده است. هو عادل منصور ودیع و راکب علی حمار و علی جحش. یعنی ببینید اینجا بحث داره که مرد عادل است، مرد منصور است، یعنی که نصرت داده شده است و بالای همون مرکب این که الاغ سوار است. بعد میگه که وقطع المرکبه من افرایم. افرایم این نام مکه است، یعنی که از منطقه‌ای که مکه است، یعنی که همون بعضی میگه که ابراهیم است، یعنی که جایی که ابراهیم اونجا رو آباد کرده بود، که کعبه رو از اونجا میآید گفت همین انسانی که بالای هم مرکب خر سوار است. خب والفرس من اورشلیم، وقتی بازگشت گفت اسب سواران از اورشلیم باز میگردند. گفت و تقطع خوص الحرب، یعنی که دیگر بعد اون که مردک اومد همه جا رو امن و امانی و سلامت و سلم و صلح فرا میگیرد. و یتکلم بالسلام. ببینید اونجا حضرت عمر وقتی در شهر ایلیا در اومدن، اونجا عهدة العمریه گفته که چیز است، شاید اون درس خاص میکنیم که اونجا حضرت عمر کفالتی آزادی بیان، آزادی وجدان، آزادی دین، آزادی تبلیغ، همه چیز رو روی نصرانی اونجا میدیم. بنابراین اینجا زکریا علیه السلام بشارت در است که این مرد برای شما سلام میارد. بعضی گفتن که اینجا به معنای اسلام است، یعنی که این الله تعالی میگه. خب بعد ببین اینجا وصفی که در حقیقت بعضی نصرانی‌های متعصب اومدن و اینو به حضرت عیسی نسبت دادن، چون که عیسی هم خرسوار می‌داره اومد بر این شهر. لیکن اینجا باز ویژگی دیگری عمر اینجا میگه که و سلطانه من البحر الى البحر و من النهر الى اقاصی الارض. یعنی این مردک سلطانش، این مردک دولتش، این مرد کشورش چنان وسیع میشود که از بحر تا بحر، از دریا تا دریا و از دریا تا دورترین منطقه های زمین. این بود بشارت انجیل به عمر ابن الخطاب. عمری که اسلام او برای مسلمانان عزت آورد. عمری که اولین شده لقب امیرالمؤمنین گرفت.
عمری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با زبان شکربار خودشان عمر را فاروق نام نهادند. فارق امت است، فارق اعظم است. این بود اون چیزی که ما برای شما امروز میخواستیم گوییم. تا حلقه آینده عزیزان بیننده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.